های این را از دستم گیرید مگر نمی‌درگد. های منو نمی‌شنوید. های یگو کس هست گفت که حمله کردن لازم است. های کسی هست؟ با کجا؟ نگفت. چخیل نگفت؟ با ما حمله میکنند. اینش را نگفت. تنها یک خریطه را نشان داد و خلاص. خواهش میکنم گیرید این را. من مردن نمیخوام. تو حاضر چون مرگ طلبان ترکیده میروی دیگران را بیترکونی خوب است کو؟ او باز چی گفت؟ دیگر معلومات نداد ولی من آن را با بچه ها روان کردم. اکنون دیر شده چون که تیر از کمان پرید. ما میدانیم که چی طور آن را باز داریم. تو غم مخور. آن زن در کجا زندگی میکند؟ در مهمان خانه. در تلفن من سراغه او هست. یافتم قماندان. آیسته این بازیچه نیست. بمب حقیقی است. چی گفت؟ گفت که حمله میکنند ولی نمیداند که به کجا. تو به کجا؟ با اون خبرنگار صحبت میکنم. یواز با دقت باش. به آن زن ضرر نرسان. جسدش رو میخواهد. خواطر نشود یک لخت میارم. یواز. خواطر نشود. قماندان او در اینجا هم نیست. خوب فیضلا میتوانید برگردید. خوب شد است قماندان. برمیگردیم. پدر آتش رو نیفتند. همه جا رو خبر گرفتند. نزلی دخترم من قول داده بودم هر چیزی که از دستم آمد کردم. نیست به تقدیر تنده. او آتش نبوده است. این البته طبیعی است که درباره او فکر میکنی او رو میبینی. شما حقیقت پدر. کار از حد گذشت. به فکرم من باید با گفته شما کار کنم. اینجا من نفس کشیده نمیتوانم. به فکرم از اینجا رفتنی من به فایده کار میشود. مایلش دخترم هر کجایی که خواهی رو ولی زیاد فکر نکن. خواهش میکنم. من در دانشگاه یک دوگانه داشتم غمزه. او مهمان خانه دارد. همین صبح من زنگ زد گفت که بیا همراه کار میکنیم. شاید یک کمی از فکرها دور شوم و عصبهایم رو آرام کنم. هم تغییر اقلیم شاید به من فایده کند. مایلش هر چیزی که خواهی. من چیپتای تو رو خریداری میکنم. تو رو به ایستگاه اتوبوس میبرم. نه لازم نیست پدر. خودم میروم. پیشکی زنگ میزنم. اصلا یک هفته به من کفایه است. هر روز به شما زنگ میزنم. مایلش دختر جان من تنها تو رو خوشحال دیدن میخوام. دختری جانم. مادر قربانتون شوم. سلطان مادران دنیا چی طور هستید؟ من هم خوبم مادر جان. به خدا شکر خوبم. مادر جان من شما رو سخت پزمان شدم. قسم میخورم. دیگران چی طور هستن؟ ینگه هایم جیانانم همه خوبن. دستان همه اتون رو میبوسم. از نام من سلام رسونید. مادر جان عزیز گوش کنید. هر چی زودتر به اتوبوس نشسته به نزد پسرتان آید. من با شما یک سورپریز دارم. بیاید میفهمید. روز یک شنبه به اتوبوس نشسته برابر آید. همین که نزد ایستگاه آمده در حال با من زنگ زنید. مایلش خیر خوش مانید. ها با دامادمان سفید سلام رسونید.